آقا سلام. سلام عزیزم. میگم شما در جریان جنوب برق که میره هوا بعضی وقتا 60 درجه است. عزیزم این شرایط برای همه مملکته، برای همه جاست، باید همه تحمل کنیم. خب چرا برای همه هست؟ تو کشوری زندگی میکنیم که منابع طبیعیش تو دنیا نمونه نداره، چرا اصلا باید باشه که برای همه باشه؟ یالا توجیه شد. مثلا قبلا که پنکه نبوده، چیزی نبوده، چجوری مردم زندگی میکردن؟ والا از وقتی اصحاب کهف از خواب بیدار شد پنکه بود دیگه. من نمیدونم چرا باید فکر کنم مردم 500 سال پیش جوری زندگی میکردن که الان اونجوری زندگی کنن. به هر حال برای همه یکسانه دیگه. برای همه یکسان نیست. چرا منطقیه که تهران برق نمیره؟ خیلی از مسئولین عزیزمون اونجا زندگی میکنن و مهمه که اونها برق داشته باشن، بتونن کارهای شما رو انجام بدن. خیلی سیاه‌نمایی میکنی. چیکار کنم؟ قرار شد اگر نمیتونید راجع به خوبی‌های مملکتمون حرف بزنید، خفه شید. خب باش، پس راجع به خوبیاش صحبت می‌کنم. بفرمایید. چی بگم؟ چیزی نیست بگم. یعنی هیچ خوبی نداره؟ شما بگو. دلار ارزون شده 80 تومن خوب نیست؟ نسبت به کی ارزون شده؟ به 2 ماه پیش. 4 ماه پیشم دوباره 80 بود دیگه. پارسال که این موقع 35 تومن بود. میگم ناموسن شعور مردم توهین می‌کنی. خودت مسخره کردی یا ما رو؟ آقا در شرایط حساس کنونی لطفاً ادامه ندیدید داستانو. بابا همه زندگی ما شرایط حساس کنونی، یعنی ما نمیدونم ما کی از این کنون رد میکنیم. میگم ناموسن بعضیاتون بلد نیستین خدمت کنین به مردم، بلدین که دهنتون رو ببندین، بشینین تو خونتون. میای 15 میلیارد پول تبلیغات میدی، 20 میلیارد پول تبلیغات میدی که به مردم خدمت کنی. خب 15 20 میلیارد بده به خود مردم، به اونایی که نیاز دارن، دست و پاتم ماچ میکنن. میدونی با 15 20 میلیارد چند نفر میتونن، چند تا خانواده میتونی نجات بدی؟ یه روز نشده من از خواب بلند شده باشم بدون استرس. و من چه گناهی کردم توی دوره‌ای دارم زندگی میکنم که نمیتونم برای 2 هفته دیگه برنامه‌ریزی کنم؟ ولی ناموسن میدونی که برق تو جنوب میره هوا 60 درجه از مردم ذوق میشن. میدونی که خیلی بعضیاتون غیرت ندارین. میدونی که من زن 60 ساله میبینم که تا کمر خم شده تو سطل آشغال. یه لحظه مادرت خواهرت جای این زن بذار ببینم چه حسی به دست میاد.